در 5 سال گذشته بخش معارف افغانستان شاهد تغییرات و تحولات قابل توجه بوده. از افزایش شمار دانش آموزان و ایجاد مکاتب و صنوف آموزشی گرفته تا توسعه برنامه‌های سوادآموزی و بازسازی ساختمان‌های آموزشی. در کنار این اقدامات اما چالش‌های نیز همچنان پابرجا است که کیفیت آموزش، دسترسی عادلانه به فرصت‌های آموزشی و آینده آموزش دختران را در بر می‌گیرد. با ورود امارت اسلامی به 6مین سال از حاکمیت، پرسش اصلی این است که سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم چه خواهد شد؟ درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. مهمان من در این نبض خبر آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان. آقای وزین سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. میخوایم بحث را از اینجا آغاز بکنیم. در مراسم تجلیل از 5 سالگی حاکمیت امارت اسلامی، بسیاری از دختران دانش آموز و دانشجو که از تحصیل به دور ماندن چشم انتظار راضی بودند که حداقل یک پیام درباره باز شدن در آموزش را از مسئولین بشنوند. یک چنین کار نشد. دیدگاه و باور شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به نقش تعلیم و تربیه و همچنان با توجه به نقشی که زنان در عرصه‌های زندگی دارند و با توجه به اینکه اسلام تعلیم را بر زن و مرد به گونه یکسان فرض گردانیده شده است و با توجه به اینکه تعلیم یک حق مسلم و انسانی هر زن و مرد است و با توجه به اینکه پیشرفت و ترقی کشور و تربیت نسل‌های امروز و فردای کشور بدون سهمگیری مادران تعلیم یافته و درس خوانده ممکن نیست. مسدود بودن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان در افغانستان یک فاجعه بسیار بزرگ برای ملت افغانستان است که اصلا قابل جبران نیست. توقع این میرفت که حاکمیت کنونی که گفته بود تا امر ثانی دروازه‌های مکاتب برای دختران بسته شده است، این دروازه‌ها را بازگشایی بکنند و اجازه بدهند تا میلیون‌ها دختر در افغانستان از نعمت علم و درس و تحصیل بهره‌مند شوند و از یک حق شرعی و انسانی خود استفاده بکنند و همچنان با درس و تحصیل خود در پیشرفت، ترقی، آبادانی سرزمین و ملت خود سهم بگیرند. اما متاسفانه با گذشت 5 سال اکنون چنین دیده می شود که از طرف حاکمیت کنونی هیچ اراده برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران وجود ندارد. هیچ نشانه، هیچ علامه دیده نمی شود که حاکمیت کنونی گام بردارد در جهت بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران. طبعا این معضل و این بحران، بلکه این فاجعه همچنان به جای خود باقی هست و متاسفانه ملت افغانستان و میلیون‌ها دختر در افغانستان، بلکه نیمی از پیکر جامعه افغانستان متاسفانه وارد 5مین سال محرومیت از درس و تحصیل و سهمگیری در خدمت دین و دنیای ملت و مردم خود هستند. بله، میدانیم وزین صاحب که از 3 عمل 1401 در مکاتب و آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. حالا ادامه امین وضعیت چقدر ناامیدی را میان دختران دانش آموز و دانشجو ایجاد میکنه و همین گونه پیامدهای بدش به تمامی جامعه چی خواهد بود؟ ببینید، تبعات و نتایج ناگوار و فاجعه برانگیز مسدود بودن دروازه‌های مکاتب برای دختران و زنان تنها منحصر بر روی دختران و زنان نیست. این درست است که قشر نخستین متضرر از محرومیت از علم و دانش دختران و زنان در افغانستان هستند و طبعا این نتایج روانی، نتایج ناگوار روانی، اجتماعی، اقتصادی بروی زنان میگذارد، در این شک نیست که بعضی آنها اشاره خواهیم کرد. اما در کل این روان ملت افغانستان را آزرده ساخته است. این همه ملت افغانستان را به سوی یأس و ناامیدی میکشاند. این همه ملت افغانستان را در یک وضعیت بسیار ناگوار قرار داده است، برای اینکه در هر خانه دختری هست، در هر خانه چند دختری هست، در خانه زنی هست. زندگی اصلا بدون زن و دختر ممکن نیست. ما دختر داریم، خواهر داریم و همین در هر خانه. بنابراین مشکل معضل و بحران محرومیت دختران در افغانستان در درس تعلیم تنها مشکل زن و دختر افغانستان نیست، بلکه این مشکل هر خانه افغانستان است.
خانواده افغانستان است، هر منطقه افغانستان است، هر قریه افغانستان است، در کل مشکل همه ملت افغانستان است. و در یک بود دیگر طبعا این مشکل امت اسلامی هست. همه مسلمانان دینی که نخستین آیت وحی آن قرآن آن با اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی در این آیت نخستین کلمات و آیاتی که قرآن کریم وحی بر پیامبر اکرم علیه السلام بر امر می شود اقرأ بخوان، و این امر است برای همه، یعنی و خواندن و قلم و کتاب و علم و دانش. بنابراین این مشکل همه است. اما اگر قرار طبعا این افغانستان را پیشرفت و ترقی باز می دارد، این افغانستان را در حقیقت یک دست ملت افغانستان را قطع می کند، یک دست ملت افغانستان را، یک بازوی ملت افغانستان را از کار باز می دارد. و یک تعبیر دیگر اگر قرار باشد که جامعه مانند مرغی باشد که با دو بال پرواز بکند، یک بال این جامعه دیگر شکسته است. این یک. و طبعا در طرف دیگر اما بروی خود دختران، طبعا شما میبینید که دختری که دیگر به مکتب نمیره و دیگر درس نمیخواند، آرزوهایش برباد رفته است، زندگیش تاریک شده است، از نظر روانی این منتج به دپرشن می شود، به افسردگی می شود. و طبعا این که زمینه های برای درس و تحصیل وجود نداشته باشد، دیگر در حقیقت این است که شما مرغی را در قفس انداخته باشید و اجازه ندهید که پرواز بکند، برای که این علم، دانش، معرفت، آموزش این چیزهایی است که دید انسان را بدل میکند، جهان انسان را تغییر میدهد، دید انسان را، ایمان انسان را مستحکم میسازد. یعنی از نظر دینی عدم آگاهی از دین منتج می شود به ضعف ایمان، با کاستی ایمان، با عدم فهم دنیا و جهان. طبعا از نظر مادری که تعلیم ندیده است، نیاموخته است، طبعا چگونه توقع می‌رود که فرزندان صالح و درست و مؤمن و مسلمان و بدت بخور برای جامعه تقدیم بکنند. بنان و همچنان این که دیگر مشکلات اجتماعی به بار می آورد، مشکلات اجتماعی که دیگر دختران ناگزیر شوند که زودتر به شوهر داده شوند. و طبعا با هنوز چون در وقتی که آماده زندگی اجتماعی زن و شوهرداری نیستند و آماده تحمل تشکیل خانواده نیستند، در یک مرحله به ازدواج داده شوند که هنوز چیزی از دین و دنیا نمیدانند. بنان و طبعا این مشکلات دیگر بار می آورد. بنان از هر بودی که شما ببینید و طبعا برنامه شما اقتضا نمی کند که من به تفصیلات برم، به جزئیات برم، شاید تشریح بکنم، ورنه سخن بسیار از در این عرصه. بنان از هر بودی که ببینیم این یک فاجعه هست و این در حقیقت یک فاجعه است که جبران پذیر نیست و ملت افغانستان را در کل و زنان افغانستان را و به ویژه دختران افغانستان را در یک فاجعه بسیار خطرناک و ناگوار قرار داده است که متاسفانه همه امید را، باور را و اعتماد را با آینده دست داده است. تقاضا و تمنای ملت افغانستان و تقاضای ما این است که حاکمیت کنونی هر چیز زودتر همان گونه که وعده سپرده بودند قبل از در جریان مذاکرات دوحه و بعد از دوحه و گفته بودند که ما از مرحله ابتدایی تا مرحله دکترا و زنان را اجازه میدهیم درس بخوانند، و همان گونه که بار گفتند که این امر ثانی است و طبعا امر ثانی است که 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه، اما نه 5 سال و 4 سال و 3 سال. بنان تقاضا و خواست ملت افغانستان از حاکمیت محترم کنونی این است که هر چیز زودتر دروازه‌های مکاتب را و دانشگاه ها را برای دختران باز بکنند و نگذارند تا زنان افغانستان، دختران افغانستان، در کل ملت افغانستان از کاروان ترقی و پیشرفت باز بماند و از فهمیدن دین و دنیای خود باز بداند. بنابراین قبل از این که در مکتب و دانشگاه برای دختر یک ضرورت دنیوی باشد، بل این ضرورت دینی هست، ضرورت شرعی هست و تنها این کفایت نمیکنه تنها شما دختر را به مدرسه بفرستید، ولی این که علم در اسلام اصلی و دینی و غیر دینی ندارد. هر علمی که برای مسلمانان مفید باشد یا فرض کفایی است آموختن آن یا فرض عین، که در هر دو صورت هم فرض عین و فرض کفایی چون منتج به ثواب می شود و تعمیل یک فرض است، فریضه است. به قول پیامبر علیه السلام که طلب العلم فریضه علی کل مسلم. بنابراین این یک امر دینی هست، این اساس و بنیاد ندارد که بگوییم این دینی هست و این علم دینی است و این غیر علم دینی. ما علم دینی و علم دینی و غیر دینی در دین خود نداریم. این کلیسا این یک دید کلیسایی است که قرون وسطای اروپا به جهان اسلام آمده است. بنابراین عرض من این است که حاکمیت محترم کنونی باید هر چیز در آستانه داخل شدن به 6 سال این حاکمیت
تحمل بکنند و پالیسی خود را بازنگری بکنند و به خواست ملت افغانستان، به خواست دختران افغانستان و قبل از همه به خواست اسلام، به خواست شریعت، به خواست دین، به مقتضای ایمان و اسلام دروازه‌های مکاتب را بر روی دختران در افغانستان باز بکنند و این یک گام بسیار بزرگی خواهد بود که با هر چی که فرصتایی که دست رفته است، اما همان گونه که گفته می شود که در مسئله معروف که ماهی را از وقت از آب بگیرید تازه هست، هنوز هم فرصت است و تمنا و تقاضای ما این است که هر چیز زودتر دختران ما به صنف و مکتب و دانشگاه باز بگردند. بله آقای وزیر، شما اشاره کردین به مدارس. این روزها میبینیم و به گوش میرسه که دختران بازمانده از مکاتب رو آوردن به دارالعلوم و دارالحفاظها، امین گونه مدارس. فکر میکنین این رو آوردن به آموزش دینی و دارالحفاظها بتونه حداقل خلای ایجاد شده را پر بسازه یا به شکل نیمبند خلای ایجاد شده را تکمیل بکنه؟ ببینید، آموزش مسائل اساسی و بنیادی دین که آنچه که نیاز از ضرورت است برای عقاید، احکام و یعنی امور اساسی بنیادی عقاید و همچنان آنچه ضرورت است برای صحت عبادات، یعنی ضرورت های ابتدایی اساسی دین، باید این بر هر زن و مسلمان فرض عین است. فرض عین بدون که فرض انفرادی است، یعنی هر زن مرد مکلف مسلمان مکلف است معلومات ضروری را به ارتباط مسائل دینی بیاموزد. اما تخصص کردن و دروس علوم امور شرعی را، مگر تعلیم دینی نمیگم، علوم دینی نمیگم، علوم شرعی میگویم، فرا گرفتن تخصصی و تفصیلی علوم شرعی فرض کفایی است. به این معنی که این فرض اجتماعی است، بر هر زن و مرد به گونه انفرادی فرض نیست. یعنی مثلا نماز پنجگانه فرض عین است، مثلا روزه رمضان فرض عین است و همان گونه فراگیری معلومات ضروری و اساسی به ارتباط عقاید و احکام ارزش‌های دینی فرض عین است بر همه زن و مرد. اما این که زن یا مرد همه مردم بروند مدرسه، بروند دارالحفاظ، بروند فقط تنها علوم شرعی را بیاموزند، این فرض کفایی است و این درست نیست. یعنی این نیاز نیست که همه مردم مولوی شوند و قاری شوند و حافظ شوند. به تعبیر دیگر، برای اینکه قرآن میگوید که فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، یعنی از هر مردم گروهی، مجموعه‌ای برای فراگیری آگاهی در امور دینی باید بیرون شوند، نه همه مردم. بنابراین وجود دارالعلوم ها، وجود دارالحفاظ ها، این خوب است، درست است و این نیاز جامعه هست و حکومت و هر حاکمیت دولت و مکلفیت دارد تا زمینه های تعلیم علوم شرعی را به قدر نیاز و ضرورت برای مردم فراهم بسازد. بله اما آقای وزیر، بله میدانیم که در 5 سال حداقل سیاست حکومت تغییر نکرد و هنوز در آموزش برای دانشجویان و دانش آموزان مسدود است و تا امر ثانی باقی مانده. نمیدانیم این امر ثانی چه زمان فرا خواهد رسید. پرسشی است که امین دختران بازمانده از آموزش راه بدیلی که میتونن در امین وضعیت در پیش بگیرن تا حداقل از درس و تحصیل هم به دور نمانن، یا اگر درس و تحصیلشان هم ادامه میتن یک راه باشه. حداقل به دیدگاه شما چی است با توجه به شرایط افغانستان که میدانیم بحث آنلاین هم مشکل داره، چون بحث اینترنت هم از لحاظ گزاف بودن قیمت ها هم از لحاظ کم سرعت بودنش مطرح میشه؟ ببینید، قبل از این که به این سوال بدیل پاسخ بگویم، اگر اجازه بدهید که پاسخ نخستین خود را کمی تکمیل بکنم. عرض بکنم که وجود دارالعلوم ها، دارالحفاظ ها قطعا کفایت نمیکند و طبعا شما زندگی بشر تنها با علوم شرعی ساخته نمی شود. یعنی این نیاز از ضرورت است دارالعلوم ها برای دختران خانم ها وجود داشته باشد، اما به هیچ وجه وجود دارالعلوم و علوم و تدریس علوم شرعی برای بانوان کفایت نمی کند، برای اینکه مردم نیاز دارند طب بخوانند، هندسه بخوانند، تعلیم تربیت بخوانند، روانشناسی بخوانند. اکنون در همه افغانستان حتی یک دختر در هیچ مکتب نرسینگ، قابلگی و خوانزه‌های طب درس نمیخواند. یعنی این یک فاجعه بزرگ است. همین اکنون آثار و علائم ممنوعیت آموزش دختران
در شفاخانه افغانستان در سکتور صحی ظاهر شده. در بسیاری از ولایات و مناطق دکتران زن وجود ندارند، قابله ها وجود ندارند، زنان وجود ندارند. زنها مجبور هستند که به خاطر حتی امراض نسایی و زنانگی باید نزد دکتران مرد مراجعه بکنند که مردم این کار را نمیکنند. در حقیقت خطر مرگ و میر مادران و نوزادان بر اساس آمارها و گزارش هایی که مستقلانه وجود دارد در افغانستان افزایش یافته است. این یک فاجعه خطرناک دیگر است. بنابراین علوم تنها شما ببینید که افغانستان به دکتر زن نیازمند است، به معلم زن نیازمند است. دیگه چند سال بعد شما معلم زن نخواهید داشت. کسانی که متقاعد میشن، اگر شما دکتر زن نخواهید داشت، قابل وجود نخواهد داشت، معلمی وجود نخواهد داشت، روانشناسی وجود نخواهد داشت. یعنی در همه عرصه‌های بنابراین این شما بله در شرایطی که طبعا در روزهای مکاتب و دانشگاه ها برای دختران مسدود است در افغانستان، دختران افغانستان از درس تعلیم محروم هستند. طبعا بدیل دانشگاه به گونه حضوری، بدیل پوانتون به گونه حضوری، بدیل مکتب به گونه حضوری باشد وجود ندارد. اما با توجه به آنچه که هست، خوب است که دکتران افغانستان باید اگر دانشگاه و مکتب از مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند، بهتر است که دانشگاه و مکتب را با خانه بیاورند. یعنی دانشگاه و مکتب باید با خانه بیاورند از طریق آنلاین. با وجود مشکلات دشواری‌های اینترنت، با وجود مشکلات قیمت گزاف اینترنت، با وجود وضعیت اقتصادی خطرناک بسیار از خانواده‌ها توان فراهم کردن اینترنت را برای فرزندان خود ندارند. اما با وجود این همه مشکلات، یعنی این ایجاب میکنه که ما در روزهای تدریس آنلاین را انکشاف بدهیم، توسعه بدهیم. و تجربه‌ای که من شخصا دارم که در بعضی از دانشگاه‌های آنلاین برای دختران افغانستان تدریس میکنم و شور و شوق دختران افغانستان را میبینم که چگونه با دانشگاه و پانتون میگن و چگونه درس میخوانند پانتون‌های آنلاین در افغانستان. یقین بکنید که و اکثریت 80% محصلین دختران هستند، دانشجویان. در این امتحان نمره های اعلی را، یعنی شما همه دختران از خود کردند. من گمان میکنم دختران افغانستان با وجود محرومیت یک شوق و علاقه و رغبت بسیار بزرگ دارن که این یک شعله امید هست در همه این ناامیدی ها. بنان تعلیم، انکشاف تعلیمی آنلاین در افغانستان که دیگر اکنون مرزهای شکسته شده است، تا وقتی که اینترنت وجود دارد و باید خدا کنند که دوستان حاکمیت کنونی مانند گذشته تلاش نکنند که اینترنت را نیز قطع بکنند بر مردم افغانستان که فاجعه دیگر ایجاد شود. بنان با استفاده از فرصت‌هایی که موجود است، با تعلیم آنلاین، من خودم شاگردان دارم از دکترین نقطه افغانستان، که حتی کسانی هستند که در وقت درس در گوشه از کوه تپه بالا میشن تا اینترنتشون درست کار بکنه در قریه و در کوبای ها. بنان تعلیم آنلاین باید عام شود. مؤسسات بین المللی باید مردم افغانستان را، مراکز تحصیلی افغانستان را در تعلیم آنلاین حمایت بکنن، آگاهی داده شود. به خاطر اگر دانشگاه و پانتون مسدود شد، بیاید که ما دانشگاه را، پانتون را، مکتب را به خانه های خود بیاوریم. بنان توصیه من به دختران افغانستان، دختران من، خواهران من این است که مایوس نباشند، ناامید نباشند و با تعبیری که در فارسی عامه خود داریم که اگر کسی شما را از دروازه بیرون کرد، شما از کلکین وارد شوید. اگر رفتن به مکتب و دانشگاه محروم کردن، شما بفرمایید از طریق تعلیم آنلاین، هرچند این جایگزین کامل نیست، اما ان شاء الله که تا حد خیلی زیاد این کمک میکند و این تشکر وزین صاحب هست در این روزهای تاریخ. سپاسگزارتان دکتر فضل هادی وزین، رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین. به این ترتیب رسیدیم به پایان نبض خبر. تا بعد، بدرود.